تزئینات سقف شاهنشین رو شما مشاهده می‌کنید. من به سقف دارم اشاره می‌کنم. در واقع سقفی که مشاهده می‌کنید این سقف اصلی بنا نیست. از بیرون شما نمای اصلی عمارت رو که مشاهده کردید ارتفاع ساختمان بلندتر بود. در واقع این سقف کوتاه شده، پایین اومده و از جنس چوب هست. نام سنتی این سقف هستش سقف مرجوک. در واقع یک سقف بومیه، برمیگرده به معماری بومی شهر شیراز که در ابتدا روی این چوب ها نقاشی رنگ روغن قلمو کار میکردن، اما بعدها تحت تاثیر هنر غرب، هنر حالا چاپ، اومدن به جای نقاشی رنگ روغن روی اینها چاپ زدن. در قسمت بالا اون بازشویی که مشاهده میفرمایید که دقیقاً مثل یک در چوبی هستش که کاملا توی اون یک شیشه یک پارچه قرار گرفته. بازشویی هست از طبقه بالا نسبت به پایین دید داره. این اتاقک در دو سمت تعبیه شده، هم این سمت و هم مقابل اون هم کار شده. به این اتاقک ها ما در معماری میگیم گوشواره. وارد فضای زمستان نشین شاهنشین عمارت شدیم. در واقع فضای میشه گفت داخلی فضای زمستان نشین هست و فضای بیرونی که مشاهده کردیم فضای تابستان نشین بود که شما در مرکزیت این فضای زمستان نشین در واقع این شومینه رو مشاهده می‌فرمایید. شومینه‌ای که یک بارچه با سنگ مرمر کار شده. در قسمت مرکزی شما حجاری رو مشاهده می‌کنید که این حجاری اختصاص داره به، یعنی در واقع موضوع حجاری اختصاص داره به گذشته‌های دور، به دوران باستان و باز هم اشاره میکنم به دوران هخامنشیان برمیگرده. شما مجلسی رو مشاهده میکنید که شخصی بر صندلی نشسته در مرکز. اون شخص چه کسی است؟ پادشاه. ما اومدیم سالن تشریفات، یکی از سالن‌های تشریفات این مجموعه نارنجستان، شاهنشین اصلی که آره میشه گفت در مرکز قرار داشت. در طرفین این شاهنشین سالن‌های تعبیه شده در واقع که مشاهده میکنید. سالنی که برای حالا میشه گفت مراسم، اون میزبانی هایی که توسط حاکمان فارس انجام میگرفته در اینجا. خب شما شاهد تماشای یکی از اتاقهای زیبای مجموعه نارنجستان قوام هستید. با دقت نگاه کنید، تمامی این دیوارهای این اتاق کاملا نقاشی شده، همچون دیگر فضاهای مجموعه نارنجستان قوام. اینجا هم تمامی دیوارها نقاشی شده است. نقاشی رنگ روغن بر روی زمینه گچ سفید قرار گرفته. نقوشی که شامل میشه گفت گلدانی و گلهای مختلف و پرندگانی که میشه گفت دور تا دور اون نقش مرکزی گلها قرار گرفتن و به نحوی قرینه دارن کار میشن و از زیبایی خیلی خیلی خاصی برخوردار هستش. تمامی این نقاشی ها همه توسط یکی از هنرمندان شاخص شهر شیراز کار شده، استاد حسین قهرمانی، کسی که تمامی نقاشی های مجموعه نارنجستان قوام، تمامی نقاشی هایی که تا به حال مشاهده کرد روی این دیواره ها کار شده بود، ممجل نقاشی های درون این اتاق همه توسط ایشون کار شده.